دوستان خوبم سلام. با جلسه در خدمتتون هستم. تو جلسه آخر دور آموزشی استیتا هستیم. این جلسه رو میخوام اختصاص بدم به یک پروژه عملی که از 0 تا 100 میخوام براتون در دو فایل پیاده کنم و به بهترین و حرفه‌ای‌ترین فرمت ممکن پیاده سازیش کنیم. بیاین شروع کنیم جلسه‌مون رو. در ابتدا من یه دو فایل باز کردم و یکم تمش رو خاکستری کردم که نوشته ها بهتر نشون داده بشه. برای شروع من میخوام در خط اول با یه دونه اسلش و یه چند تا ستاره که بهتون گفتم ستاره معرف کامنت گذاریه، میخوام یه دونه سکشن باز کنم. این اسلش گذاشتن اینجا مفهومش این هست که سکشن باز میشه که حالا تو ادامه بهتون میگم به چه در میخوره. حالا میخوام برم در این سکشن مشخصات این پروژه رو بنویسم، ولی خب قبل از این که بخوام این کارو بکنم بذار یک سیو از این پروژه بگیرم. مثلا تو دسکتاپ با عنوان my project ثبتش میکنم و خط اول این سکشن اول رو اینجور شروع میکنم project title. دو تا تب یا چند تا تب بزنی یه فاصله ایجاد کنه و اینجا چیزی که هست رو بنویسیم. مثلا من میخوام رابطه بین فعالیت جسمانی، رژیم غذایی و BMI رو روی سلامت ذهن ببینم به چه شکل هست. پس مینویسم Physical Activity, Diet, BMI and Mental Health Simulation. چون میخوام یه داده شبیه سازی کنم که این 4 تا متغیر داخلش باشه و تاثیر این سه تا رو روی منتال هلث یا سلامت روان بسنجم ببینم چه جوریه. این پروژه نویسندش خودم هستم، پس مینویسم آتر 2 تا نقطه چند تا تب تا به اون خط مورد نظر برسم و اینجا مینویسم مهداد واقع. تو خط بعدی دوباره یه کامنت دیگه میذارم. دقت کنید من همه خطا دارم با یه کامنت شروع می‌کنم چون اینا کامنته. وقتی این سکشن رو بخوام نادیده بگیرم این خط منها رو میذارم، این قسمت سکشنه برام نادیده گرفته میشه تو کدی که نوشتم. حالا اینا رو با هم دیگه کار میکنیم تو این جلسه. بذارین حالا خط بعدی رو بنویسم. تاریخ یا دیت کریت، تاریخ ایجاد این پروژه کی بوده؟ مثلا امروز نوامبر 6 2025. پس می‌نویسم نوامبر 6 2025. تو خط بعدی اهداف این پروژه رو میخوام بنویسم. These two files simulates data for a study examining the relationships between physical activity, diet, BMI and mental health across different cities and intervention group. این هدف این طرحی که میخوام براتون پیاده کنم این هست که رابطه بین فیزیکال اکتیویتی، رژیم غذایی، BMI و سلامت روان رو بسنجیم در 3 شهر مختلف، حالا مثلا تهران، اصفهان یا تبریز، و چند گروه مداخله مثل کنترل یا اونایی که ورزش میکنن و اونایی که حالا رژیم غذایی مختلفی در برنامه غذاییشون دارن. فقط دقت کنید این قسمت از کادر این ستاره من بیشتر شده، شما میتونید این ستاره تا انتها بکشین یا بیاین اون قسمت برای زیبایی بهتر در انتهای کد یه دونه اسپیس بزنیم و با همون یکسانسازی اینها رو در یک خط قرار بدین. اینجور بهتره. الان برمیگردم اول خط و با هشتگ گذاری میخوام یه نوت هم بهش اضافه کنم. یکی چند نوت میخوام اضافه کنم. پس می‌نویسم نوت، میرم تو خط پایین ستاره یه دونه فاصله میدم و یک آندرلاین میزنم و می‌نویسم This script generates synthetic data for demonstration and teaching. این دیتا یعنی اسکریپتی که ما میخوایم بنویسیم صرفا برای آموزش و نشان دادن یک پروژه حرفه‌ایه. یه نوت دیگه هم بذاریم بهش اضافه کنم با این عنوان که The results are not based on real world observations. این نتایج بر اساس مشاهدات واقعی نیستن، من صرفا دارم شبیه سازی میکنم. دوباره یک نکته دیگه هم بهش اضافه کنم. با این عنوان که each major section is commented for clarity. هر قسمتی که من می نویسم یه کامنت گذاشتم که
کد بهتر قابل فهمتر باشه. این که تمام شد نکاتی که تو این سکشن نوشتم، یه اینتر میزنم، خط پایین ستاره ها رو ادامه میدم تا اون قسمت یکسان بشه با قسمت بالا و یه دونه اسلش میزنم تا این سکشن به اتمام برسه. الان ببینید سکشن اینجا تموم شده. الان میخوام وارد قسمت شبیه سازی بشم و یک دیتا شبیه سازی کنم. چیزی که قبلا با هم کار کردیم میگفتیم اول حافظه هر چی که هست پاک بشه. پس می‌نویسم clear all. بعد باید یک دانه تصادفی ایجاد کنم که من می‌نوشتم seed set، چون امسال سال 2025 من set seed 2025 میگیرم. بهتون گفتم این عدده هر چیزی میتونه باشه، اون دیگه بر اساس خودتونه، چون این بر اساس خودتونه. این قسمتش هم یه تصادفی داره ایجاد میشه. پس علاوه بر اینکه ست سید خودش تصادفی ایجاد میکنه، اون سیدی هم که شما در نظر میگیرید خودش هم تصادفیه. الان میخوام تعداد مشاهدات رو بنویسم. پس بنویسم set OBS یا همون observation، یه فاصله میدم. من میخوام مثلا 360 تا مشاهده ایجاد کنم. میرم خط بعدی و وارد سکشن بعدی میشم. اما به این نکته من هنوز اشاره نکردم. گفتم هر قسمت رو برای شفافیت بهتر کامنت گذاری میکنم. اگه بخوام اینها رو کامنت گذاری کنم، میتونم خط قبلش یه ستاره بزنم و اینجا کامنتاشو بنویسم، یا بیام جلوی خود دستوری که نوشتم یه چند تا فاصله بندازم و با 2 تا اسلش وارد کامنت گذاری بشم. دیگه اینجا ستاره بزنید به عنوان یک ضرب در نظر گرفته میشه یا یه دونه وایلد کارت. اگه این قسمتاش نمیدونین دارم چی میگم، با دور پیشرفته رو برین ببینید. پس من اینجا 2 تا اسلش میزنم و برای اون ست سید 2025 مینویسم set random seed for reproducibility. دانه‌های تصادفی رو برای باز تولید این دیتا ها من لحاظ کردم. 360 هم کامنت خاصی نمیخواد. اگرم خواستین خب این قسمت دوباره میام 2 تا اسلش میزنم و مینویسم. حس میکنم این قسمت های زیاد تو ویدیو شفاف نیست. بذارید من یکم اینها رو بزرگ کنم براتون. الان فکر کنم بهتر بتونید دستورایی که مینویسیم رو ببینید. خب الان من 2 تا کامنت مربوط به اینم گذاشتم. میخوام برم سکشن 1 رو شروع کنم به نوشتن. سکشن 1 میخوام چند تا متغیر ایجاد کنم. متغیر پایه مثل آیدی و گروهی که من میخوام مقایسات رو براش انجام بدم. پس یه سکشن باز میکنیم، همونجوری که گفتم اسلش چند تا ستاره. برای اینکه حالا این کارا رو تکرار نکنیم، قسمت رو میتونی کپی بزنیم. کپی میزنم، برمیگردم این قسمت و پیست میکنم. خط بعدی ستاره، یک نقطه که مثلا معرف سکشن 1 باشه که اینجا حالا باید بنویسیم که چی داریم. Create identifier and basic grouping variable. بعد میام این قسمت رو کپی میکنم و در پایین مینویسم که این سکشن هم برام ایجاد بشه. حالا این که رفتم بهتون نکته اول آموزش این پروژه حرفه‌ای رو بهتون میگم که چرا داریم سکشن گذاری میکنیم. پس میام تو خط پایینش مینویسم gen id مساوی آندرلاین n. این میاد چیکار میکنه؟ کامنت براش مینویسم unique ID for each participant. برای هر شرکت کنه یک آیدی خاص در نظر میگیره. میرم خط پایین و الان میخوام ست شهر تهران، اصفهان و تبریز رو ایجاد کنم. یه ستاره میزنم، یه فاصله، حالا 3-4 تا آندرلاین با فاصله میذارم که این کامنت های این قسمتش معلوم باشه که مال سکشن 1 هست. Generate city variable 1 equal Tehran 2 equal Isfahan and 3 equal تبریز. خب وارد خط بعدی میشم و میخوام متغیر ایجاد کنم. مینویسم generate کن city رو از توزیع یونیفرم. خب یه توضیح در مورد این خط بهتون بگم. بزنید چند تا اسپیس بزنید بیاد بالا. من اینجا گفتم متغیر سیتی رو ایجاد کن از توزیع یونیفرم، که چون خود یونیفرم یه عددی بین 0 و 1 و من گفتم گرد شدهش برام در نظر بگیر، ضرب در 3 بکن. این یعنی چی؟ یعنی اگه 0 و ضرب در 0 0 میشه
تا 1 بود که ضرب در 3 میشه، یعنی یک متغیری به من میده با 3 وضعیت 1 2 3. این دستوری که اینجا نوشتم یه متغیری میده به هم با وضعیت 1 2 3 که تصادفیه. الان میخوام به این متغیر تصادفی ایجاد شده 1 2 3 لیبل بدم. پس می‌نویسم لیبل define، یه اسم برای این لیبل در نظر میگیرم، مثلا city lbl لیبل. فاصله میدم 1 تو دبل کوتیشن تهران، 2 تو دبل کوتیشن اصفهان، 3 تو دبل کوتیشن تبریز. الان باید این لیبل رو به این متغیر سیتی بچسبونم. خیلی راحت می‌نویسم لیبل values، اسم متغیر اسم لیبل. تمام. بریم متغیر بعدی رو هم ایجاد کنم. یه کامنت میذارم براش چند تا آندرلاین می‌نویسم و می‌نویسم generate intervention group 1 equal control 2 exercise and 3 diet. این سه تا گروهی که من دارم و میام اینجوری مثل همون قبلیه ایجاد میکنم. پس اینو میگیرم دوباره همینجا پیست میکنم، تو لیبل گذاری میرم سریع، دوباره لیبل دیفاین میکنم، یه اسم بهش میدم مثلا گروپ LBL، 1 تو دبل کوتیشن کنترل، 2 تو دبل کوتیشن اکسرسایز و 3 تو دبل کوتیشن دایت. بعد لیبل رو به متغیر میچسبونم. خیلی راحت لیبل ولیوز میکنیم. اینجا اسم متغیر رو درست کنم، گروپ رو با گروپ LBL. خب قسمت هم تموم شد. دیدین که فقط کافی بود من متغیر سیتی رو کپی کنم اینجا پیست کنم، اسم لیبل ها و گروه اون متغیر رو عوض کنم. با کپی پیست میشد راحت این کار رو انجام بدیم. الان میخوام سکشن 1 که تموم شد وارد سکشن 2 بشم. دوباره میام این خط رو کپی میزنم اینجا میکنمش 2 و براش سکشن 2 رو معرفی میکنم. خب گفتم یه نکته این سکشن بندی داره. چیه؟ ببینید وقتی شما این منفی کنار سکشن رو میزنید خودتون تبدیل میشه به یک دستور خلاصه شده که برای ران کردن و اجرا کردن این فرمت کوچیک‌تر بهتره، چون خطای بیشتری بهتون نشون میده. ولی همون سکشن ها معرف این بخشاتون هستن که دارین اونجا چی کار میکنین. پس سکشن بندی رو حتما باید لحاظ کنید. خب بیاین الان بریم سراغ سکشن دوم. میخوام متغیر فیزیکال اکتیویتی رو ایجاد کنم. خیلی سریع من کد رو مینویسم و در موردش صحبت میکنیم. خب من دستورا رو خیلی سریع ران کردم، با سرعت بالام شما دیدین. ولی بیاین الان بگیم هر خط میخواد چی کار کنه. خب در خط اول من اومدم یک متغیر فیزیکال اکتیویتی رو اینجوری تعریف کردم که 1 به اضافه یه چیزی. اون یه چیزی چیه؟ فلور. خب به کف گرد میکنه، مثل سیل که به سقف گرد میکرد فلور به کف گرد میکنه، یه گرد کردن. آربیتال یه توزیعیه که از گاما پیروی میکنه که حالا پیشرفته تر توزیع یونیفرمه، چون دوتا متغیر من داشتم و میخواستم فیزیکال اکتیویتی یه فرمت متفاوتی از این دوتا متغیر قبلی داشته باشه، با توزیع گاما رفتم جلو. پس این یه گامایی هست که چون ضرب در 3 میشه دقیقاً یک متغیر با 3 وضعیت ایجاد میکنه. شاید الان بگین این قسمتاش برای ما سخته، که حقم دارین. این مال بچهای آماره. کلا شبیه سازی رو اگه میخواین انجام بدین یک مشاور آماری باید کنارتون باشه راهنماییتون کنه، چون این شبیه سازی خود بچه آمار 1 ترم طول میکشه پاسش میکنه. این چیزی نیست که من خیلی سریع بخوام بهتون آموزش بدم. خیلی هم نمیخواد درگیر این شبیه سازی اینجا بشین. فقط من میخوام یه داده شبیه سازی کنم که روش چند تا آنالیز انجام بدم که کل دورمون رو پوشش داده باشیم، از شبیه سازی تا خروجی گرفتن و ران کردن مدل و غیره. خب حالا من از این توضیح یه دونه متغیر با 3 وضعیت ایجاد کردم، بعد جایگذاری کردم حالا با این ویژگی که اینها رو نمیخواد بدونید. فقط من میخواستم متغیر ایجاد کنم که حالا یه توضیح هم بدم. مینیمم میگیره از چیزی که تو پرانتز هست. چیزی که تو پرانتز هست 2 تاست، یکی اینه
و بعد کاما 3 یعنی مینیموم این ماکسیمومه و 3 رو میگیره. تو ماکسیمومه چیه؟ فیزیکال اکتیویتی و 1. هر موقع مقدار فیزیکال اکتیویتی به دست اومد با 1 مقایسه میکنه و ماکسیمومش رو در نظر میگیره، تو هر ردیف ارائه میکنه. این میشه این و خیلی گیج کننده است، نمیخواد درگیر اینا بشین. فقط من خیلی سریع اینجا رو رد کردم که شما هم درگیرش نشین. فقط من لیبل هایی که بهش دادم لو، مادرت و های بود که بهش الان چسبوندم. میرم وارد سکشن بعدی میشم. دوباره همون بالایی رو کپی میکنم، تبدیلش میکنم به سکشن 3 و مینویسم generate continuous variable. متغیرهای پیوسته رو اینجا شبیه سازی کردم که دایت اسکور، بی ام آی و منتال هلث هست. الان میرم زیر سکشن 3 و کدها رو خیلی سریع می نویسم و توضیحاتش رو بهتون ارائه میدم. خب من خیلی سریع این سکشن رو نوشتم براتون. 3 تا متغیر داشتیم، دایت اسکور، بی ام آی و منتال هلث، که بر اساس یک سری شرایط دقیقاً مثل فیزیکال اکتیویتی بود. من اونها رو شبیه سازی کردم. در مورد یکیش توضیح بدم، مثلا منتال هلث که متأثر از تمام متغیرهای دیگه که تعریفش کردم. من اومدم اینجوری تعریفش کردم که گفتم روم کن این پرانتزه رو. پرانتزه چیه؟ گفته توزیع آر نورمال رو در نظر بگیر با این میانگین، این میانگینه و اون هفته واریانسه. میانگین رو چجور در نظر میگیره؟ یه میانگینی که متأثر از تمام متغیرهای قبلی. فقط اگه دقت کنید من اینجا تو فیزیکال اکتیویتی ردیف سومش رو یک مقدار بهش دادم، ولی گروه هم همینطور. این زیاد خوب نیست. شما برای هر کتگوری باید یک مقدار اینجا لحاظ بکنید. مثلا گروه 1 مقدار، گروه 3 1 مقدار، فیزیکال اکتیویتی 2 1 مقدار و فیزیکال اکتیویتی 1 مقدار اینجا باید ضرب بکنید. چرا من این کار نکردم که دیگه خیلی کدام طولانی نشه و حوصله سربر بشه. ولی خب یه چیز حالا روتین نوشتیم که اینجا این درست نیست. فقط اگه خواستین شبیه سازیاتون رو انجام بدین یه درصدی هم برای اونها باید در نظر بگیریم. خب پس این قسمت که به دست میاد میشود میانگین، با 7 جمع میکنه و حالا اون چیزی که هست روندش رو با 1/10 میگیره و منتال هلث ایجاد میشه. بعد ریپلیس میکنه همون مینیمم ماکسیموم که اگه 10 و منتال هلث رو مقایسه میکنه، هر کدوم بزرگتر بود اینجا میارتش و با 95 مقایسه میکنه، هر کدوم کوچیک‌تر بود مینویسه. متغیر منتال هلث ایجاد میشه. دوتا قبلی هم به همین شکل. زیاد نمیخوام تو این قسمت شبیه سازی گیجتون کنم که خسته بشین. برای همین ویدیو داره این قسمت ها رو با سرعت بالاتر رد میکنه که دچار چالش نشین. فقط میخوام فرمت حرفه‌ای پروژه نوشتن رو فعلا یاد بگیرین و من هم داده هام رو شبیه سازی کنم تا وارد مدل سازی ها و اون قسمت های حرفه‌ای تر بشیم. خب الان میخوام برای متغیرهایی که نوشتم یک لیبل به خود متغیر بدم که مثلا متغیر داره چی رو میگه. پس میام
این کارو کردم که به هر کدوم از اینها یک لیبل دادم. این رو هم درست بنویسم. اومدم گفتم منتال هلس اینجوری بهش یک لیبل بده که منتال هلس اسکوره که هرچی بیشتر بهتر و گروه اینترونشن داریم و یک شهر. این لیبل ها رو به اون متغیر چسبوندم نه به مقادیر توی متغیر. اینا رو دقت کنید. خب الان میخوام وارد مبحث های دیگه آنالیز های آماری بشم. پس تو این قسمت من داده ها رو شبیه سازی کردم. برای شروع آنالیز های آماری میام یک سکشن جدید ایجاد میکنم. این سکشن رو یک بار دیگه کپی کنیم. وارد سکشن 4 میشم و می نویسم وان وی آنووا. خب تو این سکشن الان میخوام بیام یک بار منتال هلث رو روی سیتی و یک بار روی گروپ وان وی آنووا کنم. پس خیلی راحت می نویسم وان وی منتال هلث و اون فاکتورش که گروپ میشه و یه آپشن میخوام بذارم که آزمون‌های تعقیبی هم در صورت معنیداری اعمال بشه. پس تو آپشن بعد کاما می نویسم تابولیت بونفرونی. همین رو کپی میزنم تو خط پایین، فقط میخواد گروپ رو بکنم سیتی. خیلی راحت. حالا اگه دستورهای مخصوص به یک آنالیز خاص رو نمی‌نویسین، خیلی راحت میتونین برین از منوی ابزار قسمت لینیر مدل ان ریلیتد، قسمت آنووا منووا و زیر گروه وان وی آنووا منوش رو انتخاب کنید. پنجره که باز شد متغیر پاسخ و متغیر فاکتور رو میدید و یکی از اون آزمون‌های تعقیب بونفرونی شفه یا سیداک رو انتخاب میکنید. دیگه اینا رو توضیح نمیدم که دیگه وارد مباحث آماری نشیم. فقط بونفرونی من میگیرم که توی آپشن تابولیت بونفرونی نوشتم که همین کاری که اینجا هست رو برام انجام میده. حالا پنجره رو که ران کردین دستورش توی این پنجره ریزالت یا هیستوری میاد که میتونید خیلی راحت کپی کنید و توی دو فایلتون اعمالش کنید. اینم برای اون دسته از آدمایی که حالا این کدای آماری رو فعلا بلد نیستن. تو آینده دیگه با اینا رو از حفظ بزنید. الان میخوام یه کار متفاوت بکنم. فرض رو بگیرین من چندین مدل پاسخ دارم. منتال هلث دارم، دایت دارم، بی ام آی دارم. میخوام وان وی کنم روی گروپ و سیتی. تو این زمینه میخوام از یه حلقه استفاده کنم که اصولا بهش میگیم پاسخهای متوالی یا مالتیپل ریسپانس. میام یه ستاره میذارم به عنوان کامنت، 3 تا آندرلاین و یه کامنت براش میذارم loop over multiple dependent variables. یعنی من چندین تا متغیر پاسخ دارم با حالا یک سری یا یه دونه گروه مقایسه ای. خیلی راحت میام از حلقه for each استفاده میکنم. یه کاراکتر مینویسم y. شما هر چی خواستین میتونید بزنید m n b i، فقط کاراکتر باشه. یه این مینویسم، یه چیزی میخوام بهش بگم. مثلا این وای چی رو میگه؟ میگه از توی این لیستی که بهت میدم وای دونه دونه انتخابشون کن. وای اون رو میگه. الان من لیستم چیه؟ منتال هلث، بی ام آی، دایت اسکور. پس یه بار وای منتال هلث، یه بار بی ام آی، یه بار دایت اسکوره. آکولادو باز میکنم، وارد حلقه فور ایچ بشم. یه اینتر میزنم، تو خط بعدی مینویسم دیسپلی کن، تو دبل کوتیشن یه نقطه چین که این وان وی ها رو با این نقطه چینه تفکیک کنه. مثلا منتال هلث رو که داد نقطه چین بذاره، بی ام آی داد نقطه چین بذاره که تفکیک این آنوواها مشخص بشه. تو خط بعدی دوباره یه دیسپلی میخوام بنویسم، معرف اون آنوواه که مینویسم آنووا فور، تو دبل کوتیشن مخصوص استیتا وای. دقت کنید دبل کوتیشن مخصوص استیتا توی کیبورد من زیر دکمه اسکیپه، نه اون حرفی که فارسی گ هست اون نه. ببینید تو کوتیشن مخصوص استیتا وقتی بزنید رنگش به اون رنگ سبز رنگی برمیگرده، در صورت که کوتیشن عادی رو بزنید سیاه می نویسه. این رو دقت کنید، حتما باید رنگش به این رنگه تغییر کنه. پاک کنیم برگردیم اینجا. من وای رو نوشتم، الان به ازای وای یک بار منتال هلث می نویسه، یک بار بی ام آی، یک بار دایت اسکور و ادامه دستور می نویسم بای گروپ، یعنی آنووای فلان بر اساس گروپ که بار منتال هلث، یک بار بی ام آی، یک بار دایت اسکور. اینا رو دقت کنید.
الان وارد خط بعدی میشم و دستور وان وی رو مینویسم. میتونستیم خیلی راحت دستور خط 73 رو کپی کنم، اینجا پیاده کنم و حالا پاسخ رو میذاشتم توی کوتیشن مخصوص استیتا وای و سیتی رو تبدیل میکردم به متغیر گروپ. حتی برای سیتی هم میتونید تو خط پایینش با همین دستور رو اجرا کنید. جای گروپ میذارین سیتی، دقیقا همین حلقه اجرا میشه. فعلا ران نمی کنیم چون از آخر میخوایم دونه دونه ران کنیم. اگه اروری داشت ارورها رو بگیریم. فعلا نمیخوام ران کنم، فعلا فقط میخوایم بنویسیم. خب حالا بیاین دوباره همین سکشن رو ادامه بدیم، وارد سکشن 5 بشیم. فقط دقت کنید من چون کوچیک کردم این کامنت ها افتاد تو دو خط، این دقت کنید برای کوچیک شدن پنجره بود. وارد سکشن 5 میشیم و میخوام تو وی آنووا بزنم. دو تا متغیر سیتی و گروپ داشتم، میخوام آنووا بزنم روی دو متغیر سیتی و گروپ. پاسخ ها مشخصه، با دستور خیلی ساده آنووا پاسخ که منتال هلس رو اینجا در نظر میگیرم، سیتی هشتگ گروپ. این هشتگ به این معنیه که دو تا گروه دارم که توی آنووا میخوام استفاده کنم. وقتی این اتفاق میفته معرف آنووای دو طرفه میشه. ما اصولا به این هشتگ تو حالا نرم افزار مختلف اسمای مختلفی داره، ولی اصولا توی نرم افزار آماری بهش میگیم یک اینتراکشنی بین این دو متغیر هست. وقتی این حالت ایجاد میشه بهش میگیم دیگه آنووای دو طرفه. باز هم توضیح میدم، این کد رو بلد نبوده خیلی راحت وارد منو نرم افزار بشین و آنووای دو طرفه رو ران کنید و کد ران شده رو بیارین پیست کنید. خیلی راحت. الان میخوام همین لوپ وان وی رو برای تو وی اجرا کنم. چیکار میکنم؟ دقیقاً حلقه بالا رو کپی پیست میکنم پایین. هیچ تفاوتی ببین با حلقه بالا نداره. دقیقاً پاسخ همون منتال هلس بی ام آی دایت اسکور. و حالا اینجا این کاراکتره رو عوض میکنم، کاراکتر وای رو عوض میکنم که ببینید تفاوتی واقعا نداره. من هر حروف اینجا بذارم تفاوتی نداره. اون رو کردم تی، خط بعدی نقطه چینه، خط بعدی آنووا فور وای رو میکنم تو وی آنووا فور، اون وای رو باید بکنم تی، وای پایین رو هم میکنم تی. یه گروپ داشتم سیتی رو هم توی حالا دیسپلی تیبل اضافه میکنم و توی اون وان وی گروپ هشتگ سیتی میذارم و خود وان وی رو هم تبدیل میکنم به آنووا و اون آپشن رو هم دیگه باید وردارم چون آپشن بونفرونی مربوط به وان وی آنووا هست. دقیقا ببینید همونه، هیچ تفاوتی با حلقه بالا نداره. من خیلی راحت حلقه رو نوشتم پیست کردم، چیزهای لازم رو جایگذاری کردم، چیز خاص دیگه نداره. الان میخوام یه حلقه جدید ایجاد کنم. برای وان وی آنووا و این شرط رو براش بذارم که یه دونه پاسخ دارم مثل منتال هلس و چندین فاکتور دارم. یعنی جای پاسخ و فاکتور رو الان عوض کردم، من چندین تا فاکتور دارم. همونجوری که میدونید الان برای منتال هلس بی ام آی دایت اسکور هم جزء فاکتورها حساب میشن. حتی بی ام آی چون پیوسته هست نمیتونیم، دایت اسکور هم پیوسته هست نمیتونیم، با حتما کاتگوری باشن. میام یه دونه لوکال برای اینا تعریف میکنم، یه اسم میذارم به اسم فاکتورز و حالا اون فاکتورهایی که کاتگوری هستن رو مینویسم سیتی، گروپ و فیزیکال اکتیویتی. پس خلاصش این شد که یه دونه ماکرو محلی یا لوکال ماکرو میسازم به اسم فاکتورز و سیتی، گروپ و فیزیکال اکتیویتی رو میذارم تو این ماکرو فاکتورز. بعد از حلقه فوریچ استفاده میکنم، این بار از حرف K یا L میذاریم. حالا L به I خیلی نزدیکم، به K بذارم. K میذارم of local، اسم لوکال رو میذارم لوکال فاکتورز. پس شد for each k of local factors، هر عنصری از یه لوکالی به اسم فاکتورز. آکولاد رو باز میکنم، اینتر میزنم، وارد حلقه for each بشم و میرم اون حلقه بالا رو کپی میکنم و میارم پایین پیست میکنم. همون نقطه چین هست، همون آنووا فور. حالا این رو عوض کنم، بنویسم آنووا آف منتال هلس بای تو کوتیشن مخصوص استیتا کی. حالا اوورم میشد بنویسیم منتال هلس اوور مثلا کی، فرقی نداره.
تو دستور پایین هم خب باید جا رو عوض کنم. اول متغیر پاسخ، بعد فاکتورها. فاکتورمون خب تو کی الان مشخص است، پس تو کوتیشن مخصوص استیتا کی میذارم. آپشن تبولیت بونفرونی هم لحاظ میکنم. دقت کنید که کی من اون کوتیشن رو نبستم. میخوام یه ارور تو دستورها باشه که حالا وقتی ران میکنیم ارور هم ببینیم به چه شکل برای من ارور میده تا بتونم این دو فایل ها رو ویرایش کنم. الان میخوام دیگه وارد سکشن بعدی بشم و برم سراغ آزمون های رگرسیونی. سکشن رگرسیون رو می نویسم و من میخوام چندین مدل معرفی کنم بدون اینکه خروجی ها رو ببینم و میخوام تمام این مدل ها رو در یک تیبل خروجی هاش رو ببینم و با هم مقایسه کنم ببینم کدوم مدل از همه بهتره. پس با استفاده از دستور کوایتلی که بهتون گفتم هم پیشوند هست، میتونید با 2 نقطه استفاده کنید، هم خود سادهش رو استفاده کنید. چون دستور پرتکراری هست 2 نقطه لازم نیست بذاریم، چه بذارین چه نذارین فرقی نداره. یکم بزرگتر کنم بهتر دیده شه. پس می‌نویسم quietly regress mental health و اینجا میخوام از فیزیکال اکتیویتی که یک متغیر فاکتور هست که حالا تو دوره قبلی بهتون گفتم هر متغیر فاکتوری بود باید آی نقطه و اسم متغیر رو بنویسیم و یه متغیر پیوسته هم باید بذارم که بدون رگرسیون هست، دایت اسکور. یه کامنت هم براش میذارم که مشخص باشه این معرف چی هست. پس کامنت ستاره رو فعال میکنم، 3 تا آندرلاین. مدل 1 Physical Activity and Diet متغیرهای پیشگویی هستن که توی این مدل 1 استفاده شده. الان میخوام برآوردهای این مدل رو ذخیره کنم توی یه چیزی به اسم مدل 1 که خروجیاش چون روی نتایج نشون داده نمیشه، پس من برآوردش رو توی مدل 1 ذخیره میکنم که توی اون تیبله که میخوام مقایسه کنم بیارم. الان وارد مدل 2 میشم، مدل 2 رو مینویسم و میخوام به مدل 1 BMI رو اضافه کنم. پس خیلی راحت بالا رو کپی میزنم میارم پایین، در ادامه مینویسم BMI. تو خط پایینم استیمیت استور میزنم مدل 2 که تو مدل 2 نتایج ذخیره شه. همین رو تکرار میکنم برای مدل 3 و این بار میخوام گروپ رو به مدل 2 اضافه کنم. پس مدل 2 رو که کپی کردم یه گروپ جلوش می‌نویسم و تو استور هم میزنم مدل 3. مدل 4 رو هم به همین شکل پیاده میکنم و میخوام این بار CT رو به مدل 3 اضافه کنم و توی یه چیزی به اسم مدل 4 ذخیره‌اش کنم. برای اینکه بخوام این خروجی تیبل رو ببینم که به چه شکله باید این کار بکنم. بنویسم estimate table، اسم مدل ها، مدل 1، مدل 2، مدل 3، مدل 4. یه آپشن هم با براشون بذارم که چه چیزی میخوام تو این تیبل نشون داده بشه. می‌نویسم استات به مخفف استاتستیکس هست، چه آمارهایی میخواین نشونتون بده که حالا من توی می‌نویسم R2 مثلا adjust و RMSE. یه جایی این به درد میخوره، یک برآوردی که بر اساس restricted maximum، حالا دیگه نمیخواد توضیحش بدم ولش کن. RMSE هست که بر اساس این برآورد رو انجام میده. میخوام فرمت ضرائب رو بهتر برام بنویسه، اعشارهاش مشخص باشه. من همین نویسم به معرف ضرائب percent 7.3F با این فرمت برام بنویسه. این قسمت رو هم درصدش کنم. بعد بیام مثلا SE ها با این فرمت نوشته بشن که percent 6.3 G و دیگه چی داریم؟ پی ولیو ها مثلا با فرمت percent 4.3 F نشون داده بشن. این فرمت نویسی من تو دوره مقدمات نه تو دوره متوسطه بهتون آموزش دادم. اون قسمت میتونیم بریم و این صحبت های من رو بدونین که چی هست. خب حالا
برگردیم و دو فایلمون رو اجرا کنیم ببینیم به چه شکل هست. ارور داریم. من یکم اینو کوچیک میکنم چون میخوام با نرم افزار همزمان اینو ببینم. پس وارد اینجا میشم. این قسمت اول چی هست؟ این قسمت هایی که میفته پایین اینجا مثلا مربوط میشه به بزرگ و کوچیک کردن ستاره. این پنجره ببینید وقتی شما بزرگش میکنید به این فرمت صحیح نوشته میشه، وقتی کوچیک میکنید خب یه سری از کاراکترها میفته پایین بر اساس حجم ویندوز هست. پس نگران این نیستیم. پس میام الان اون سکشن اول یا همون سکشن معرفی پروژه رو ران میکنم. میبینید که فقط این پروژه من رو معرفی میکنه و چیز دیگه ای نیست که بخواد ران بشه، فقط یه سری کامنته که تو پنجره نتایج هم نشون داده شده. حالا بیایم بریم سراغ این قسمت شبیه سازی که این هم چیز خاصی نداره، فقط اجرا میشن. الان برای من 360 مشاهده ایجاد شده که دیگه من میتونم متغیرها رو بسازم. پس از متغیر آیدی، سیتی و گروپ انتخاب میکنم، ران میکنم. اینها هم اجرا شدن. دیتاش رو مشاهده کنم میبینم که اینها با هم ایجاد شدن و این دوتا با هم تفاوت دارن در صورتی که کد دوتاش یکی بود. دقت کنید ببینید من کد دوتاشو کپی کردم یادتون باشه، ولی همونجور که میبینید متفاوت از هم هستن. این دلیل تصادفی بودن آر یونیفرم هست. بریم سکشن 2 رو شروع کنیم. فیزیکال اکتیویتی رو هم بسازیم، اجرا کنیم و این هم فیزیکال اکتیویتی که میشینه روی نرم افزار. بریم سکشن 3 که دایت اسکور و اون متغیرهای کنتینیوس بود رو بسازیم. دایت اسکور، بی ام آی، منتال هلس و لیبل مخصوص بهشون رو هم بدیم. خب یه جا ارور داشتیم. برگردم توی نرم افزار، گفته که پرانتز کم گذاشتی. برمیگردم روی دوفال ببینم کدوم قسمت بوده. گفته در BMI ارور رو شناسایی کردم. میرم روی BMI و میبینم که این پرانتز مربوط میشده به این، پرانتز دوم مربوط میشده به این. من اینجا یک پرانتز کم گذاشتم. الان ببینید پرانتز اول و آخر قرمز شده. خب یک بار دیگه از اینجا من دستور رو اجرا کنم. خب اوکی درست. الان BMI منتال هلس رو هم دارم. برم سراغ وان وی آنووا. دیگه به پنجره دیتا نیازی ندارم. ببندم دیتا رو و بیام تو قسمت سکشن 4 رو انتخاب کنم تا وان وی آنووا این رو اجرا کنم و همونجور که میبینید بهم خروجی میده. حالا این یکم بکشم این ورتر، هر دوتا رو همزمان با هم داشته باشیم. این خروجی های وان وی آنووا هست که یک بار برای سیتی ما گرفتیم، یک بار برای گروپ. یه حلقه فور ایچ اولیه ما داشتیم که میومد 3 تا متغیر پاسخ رو برای متغیر گروپ آنووا میکرد، یک متغیر فاکتور. این رو اجرا کنیم ببینیم خروجی چی بهمون میده. خب بیان از اونجایی که اجرا شده اینجا دستور اجرا شده و این نقطه چینی که اینجا میبینید میشه همون نقطه چینی که ما توی دستور نوشتیم. ما بقیش هم ببین آنووا فور منتال هلس بای گروپ، آنووا فور منتال هلس یه بار گذاشته جای وای بای گروپ که اینجا نوشته، خروجی گرفته، بعد نقطه چین گذاشته. این هم بونفرونی، مقایسات بونفرونی. بعد دوباره یک بار به جای وای بی ام آی گذاشته، آنووا فور بی ام آی بای گروپ، بعد آنووا زده و تا انتها. پس این حلقه هم اجرا شده. برم سکشن بعدی که آنووا دو طرفه بود رو اجرا کنم و خروجی رو میگیریم. آنووا دو طرفه هم خروجی گرفتیم. من به معنیداری یا معنیدار نبودنش یک کاری نمی‌کنم، یا به تفاسیر رو من تو دوره مخصوص به خودشون گفتم. با بریم اون جلسات رو بخونید تفسیر میخوایم. فعلا میخوایم دستورها رو ران کنیم ببینیم خروجی چی بوده چی نبوده. خب یه حلقه تو وی آنووا هم داشتم برای گروپ سیتی با 3 تا متغیر پاسخ. این رو هم بگیرم ببینم اجرا میشه. بله همون نقطه چین هایی که اینجا میبینید توی آنوواها اجرا شده. الان یه حلقه دیگه من داشتم که پاسخ یه دونه بود، فاکتورها زیاد بودن. ببینیم اون حلقه‌مون هم کار میکنه که برای وان وی آنووا زده بودیم. گفته که این قسمت اشتباهه. یک اینوالید نیمی ما اینجا داریم تو قسمت آنووا منتال هلس که این برمیگرده به این کامل نبودن این کوتیشن این قسمت. پس یه دونه کوتیشن رو کامل کنم، یک بار دیگه اجرا کنم.
و این خروجی رو هم گرفتیم. نقطه چین ها شکننده هامون بودن. ولی میتونیم کم بزرگتر بنویسیم خط چینی که اینجا داشتیم که این بهتر، یا مثلا ستاره بذاریم یا یک سری حروف خاص بذارین که این قسمت استفاده کنه. این حروف ها به عهده خودتون. یه چیز قشنگم بهتون بگم، دید پنجره رو بگیرین نقطه بزنید، نقطه رو کیبورد، ایموجی ها باز میشن. میتونید اینجا ایموجی بزنید، مثلا قلب بذارید. ببینید اینجا میتونستین قلب بزنید. یه بار با قلب من اینو اجرا کنم ببینم چه شکلی میشه. قلب اینجا رو پاک کنم، اکران کنیم، ببینید اینجا بهتون قلب داده. نکته‌های قشنگی بهتون میگم و انشالله که مد نظرتون باشه و استفاده بکنیم. بریم وارد سکشن آخرمون بشیم، رگرسیون، که اینجا گفتیم دونه دونه بریم ببینیم خروجی چی بهمون میده. خب اینجا رگرسیون اجرا شد، خروجی نداد ولی خروجی رو توی مدل 1 ذخیره کرد. ما همینا رو برای مدل 2، 3 و 4 هم خود داشتیم. اینها رو هم اجرا کنم که بدون ارور اجرا میشه و الان برم سراغ دستور آخر و این دستوری هست که تمام مدل ها برآوردهاش داخل این تیبل هست. الان معرف چی هست؟ گفته تو مدل 1 که فیزیکال اکتیویتی با 3 کاتگوری داشتی، ضریب مادریت 15 صدم، پی ولیو 89، ببخشید SE 89، پی ولیو معنیدار نشده 866، ضریب های 3 و 6، SE 98 معنی دار هست پی ولیو. برای مدل 2، مدل 3، مدل 4 اینجوری هست. اون پایین تیبل هم بهتون R، R2 و RMSE داده که حالا چون آرش معنی دار نبوده یا به هر دلیلی بوده من اینجا R2 ننوشتم. مثلا یک بار دیگه بذار این رو اجرا کنیم، مثلا R2 باید بنویسم چون R تو رگرسیون معنی ندارد. الان R2 هم اضافه شده. ببینید که همچون میبینید هیچ کدوم از مدل های من خوب نیست. برگردیم به جلسه رگرسیون تفسیر نتایج تا بدونید که من چی گفتم. الان هیچ کدوم از مدل ها خوب نیست. شبیه سازی کردیم دیگه. این قسمت زیاد برام مهم نه. فقط خواستم آموزش بهتون بدم. نکته هایی که تو این جلسه رو با هم دیگه کار کردیم رو خیلی خلاصه بهتون بگم. یک، سکشن بندی بود که اینجا میتونید شما سکشن ها رو ببندید و فقط خود دستورها رو ببینید. دو، ما اومدیم برای وضوح بهتر کامنت گذاری کردیم. الان هر کسی که حتی نرم افزار بلد نیست کد رو باز کنه میفهمه که من هر لاین چی گفتم، چه چیزی استفاده شده. نکته سوم شبیه سازی بود که بهتون گفتم زیاد درگیر شبیه سازی نشین چون کار بچهای آماره، کار هر کسی نیست شبیه سازی داده. چون باید هی شبیه سازی بشه، نتیجه مطلوب به دست بیاد، هی کاتگوری مختلف عدد بذاریم فلان بکنیم، این مینو مکس مثلا هی باید چنج بخوره تا اون معنیداری اصلی که مثلا تو مطالعات گذشته هست در بیاد. کار هر کسی نیست، خیلی کار زمانگیری هست شبیه سازی دیتا. پس این قسمتش رو فقط من خواستم آموزش بدم که مثلا کامنت گذاری و اینها رو یاد بگیریم، زیاد درگیر اینها نشین. قسمت مثلا متغیر منتال هلس رو خواستم بهتون بگم چجوری متأثر از متغیرهای دیگه شبیه سازی میشه که باز هم اینش رو نمیخواد زیاد مد نظر بگیرین. تو قسمت آنوواها ما اومدیم با یک حلقه تمام آنوواهایی که میشه روی متغیرهای پاسخ بگیریم رو ران کردیم. همین کار رو برای آنووا دو طرفه انجام دادیم. یه آنووا هم زدیم برای اون زمانی که یه دونه متغیر پاسخ داریم ولی بیشمار متغیر پیشگو داریم یا متغیر فاکتور داریم که میایم اون فاکتورها رو به صورت یک لوکال معرفی میکنیم و در این فاکتور میذاریم و خروجی میگیریم و حالش رو میبریم. در انتها هم اومدیم و یک رگرسیون زدیم و خروجی تمام 4 مدلی که میخواستم شناسایی کنم در یک تیبل آوردم و با هم مقایسه کردم و خروجی ها رو مشاهده کردم. چرا من نیومدم اون دونه دونه خطایی که انجام میدم و ران کنم؟ دلیلش این هست که میخواستم یک بار این کار رو براتون بکنم، کلیر کنم، حافظه پاک شه، CLS هم بزنم، نتایجم پاک شه. الان من دیگه هیچی ندارم. ببینید برمیگردم رو دو فایل. الان دو فایل رو کلا اکزیکیوت میکنم، تمام شد. الان شما این رو به هر کسی بدین کافیه دو فایل رو اکزیکیوت کنه تا بدون هیچ اروری از اول تا آخر ران بشه.
وقتی هم حالا این کار رو کردین، دو فایلتون رو نوشتین، مرتب بود، یه فایل لوگ میسازین، اجرا میکنید، دو فایل ران میشه، لوگ فایلتون رو خروجی میگیرین. تمام. پروژه تمام شد با موفقیت. امیدوارم که دوره استیتا خوب بوده باشه، کار را بنداز بوده باشه و چالش هایی که تو حوزه استیتا داشتین رو براتون برطرف کرده بشه. تا دوره های دیگه، آموزش های دیگه، شما رو به امید خدا میذارم. حمایت و اشتراک و سابسکرایب فراموش نشه.